در سال 2016 ژاپن آزمایشی انجام داد که هیچ کس حاضر نبود مسئولیتش رو قبول کنه. آزمایشی که ساده به نظر می رسید، اما نتیجهش مرز بین علم و ترس رو از بین برد. درون ایستگاه فضایی بین المللی چند موش در محفظه‌های فلزی بی صدا در فضا شناور بودند. هر حرکتشان ثبت می‌شد، هر تپش قلبشان زیر نظر بود و هیچ کس هنوز نمی‌دانست چه تغییری قرار است در بدنشان رخ دهد. روزهای اول همه چیز طبیعی بود، اما بعد از مدتی اتفاقایی افتاد که هیچ کس نمیتونست توضیحشون بده. چیزایی که اگر در گزارش رسمی نیومده بود باورش سخت بود و از همین جا بود که یک سوال بزرگ شکل گرفت. آیا بدن انسان واقعاً برای زندگی در فضا ساخته شده است؟ آژانس فضایی ژاپن JAXA سالها دنبال جواب همین سوال بود. وقتی موجودی زنده وارد فضا می شود، بدنش دقیقاً چه تغییری می کند؟ نه فقط در چند ساعت، بلکه در هفته‌ها و ماه‌هایی که بدون جاذبه سپری می شوند. در سال 2016 تصمیم گرفتند جواب رو پیدا کنند. برای همین گروهی از موش‌ها رو انتخاب کردند. حیواناتی کوچک ولی از نظر بدنی بسیار شبیه به انسان. این موشا قرار بود برای مدتی در ایستگاه فضایی بین المللی زندگی کنند. نه روی زمین، نه در آزمایشگاه، بلکه در مداری بالاتر از جو، جایی که بدن برای اولین بار بی‌وزنی واقعی رو تجربه میکنه. براشون محفظه‌هایی ساخته شد، مثل خانه‌های کوچک با اکسیژن، غذا و صدها حسگر که کوچکترین تغییر در بدنشان را ثبت میکرد. همه چیز دقیق و حساب شده بود. این آزمایش فقط باید چند هفته طول می‌کشید و انتظار نمی‌رفت هیچ اتفاق خاصی بیفته. اما از همون روزای اول داده‌هایی به زمین رسید که کسی حاضر نبود باورشون کنه. در ابتدا همه چیز عادی بود. موشا غذا می‌خوردن، می‌دویدن و می‌خوابیدن. اعداد و نمودارها طبیعی بودن، اما از روز پنجم آروم آروم چیزهایی تغییر کرد. قدرت عضلات پایین اومد. میزان مصرف اکسیژن کاهش پیدا کرد و در گزارش روز هفتم نوشته شد که تعادل حرکتیشون به هم خورده. در اتاق کنترل بعضی از مهندسان فکر کردن دستگاه‌ها خطا دارن. اما وقتی فیلم‌ها بررسی شد، مشخص شد هیچ خطایی وجود نداره. موش‌ها واقعاً در حال تغییر بودن. بدنشون داشت به شرایط جدید واکنش نشون میداد، اما نه مثل یه سازگاری طبیعی، بلکه شبیه تلاشی برای زنده ماندن در محیطی غیر ممکن. از اون لحظه به بعد دانشمندان فقط تماشا میکردن و چیزی دیدن که تا امروز هم از ذهنشون پاک نشده. در هفته دوم وضعیت بدتر شد. نمودارها افت کردند، مثل بیماری که ناگهان ضعیف میشه بدون هیچ دلیل مشخصی. عضلات تحلیل رفت، استخوان‌ها تراکمشون رو از دست دادن. انگار بدنشون یادش رفته بود چطور باید وزن خودش رو تحمل کنه. سیستم عصبی دچار اختلال شد. حرکتشون ناهماهنگ شده بود. خوابشون به هم ریخته بود. در فیلم‌ها موش‌ها دیگه شبیه موجودات بازیگوش نبودن. در هوا شناور بودن. بی هدف، آروم، سردرگم. در اتاق کنترل سکوت بود. هیچ کس نمیدانست این وضعیت موقتیه یا شروع اتفاقی بزرگتره. تنها یک چیز قطعی بود. بدن در فضا مثل زمین رفتار نمیکنه و حالا اونا این تفاوت رو با چشمای خودشون میدیدن. هر روز که میگذشت شرایط بدتر میشد، اما در میان همه این داده‌های نگران کننده ناگهان چیزهای عجیبی هم دیده شد. وقتی داده‌ها به آزمایشگاه برگشت، دانشمندان شوکه شدند. در نتایج چیزی بود که با هیچ تئوری علمی هماهنگ نبود. ژن‌هایی در بدن موش‌ها فعال شده بودند که سالها خاموش بودند. ژن‌هایی مربوط به ترمیم سلولی، بقا و مقاومت در برابر فشار شدید. بدن در فضا خودش رو از نو برنامه ریزی کرده بود. نه با دارو، نه با مداخله، بلکه به طور طبیعی. انگار بدن میدونست برای زنده موندن باید شکل تازه‌ای از خودش بسازه. دانشمندان ابتدا فکر کردن اشتباهی رخ داده، ولی آزمایش‌های بعدی نتایج رو تایید کردند. DNA موش‌ها واقعاً تغییر کرده بود. در یکی از نشست‌ها یکی از پژوهشگران جمله‌ای گفت که بعدها تیتر تمام خبرها شد. بدن خودش میدونه چطور در شرایط غیر ممکن زنده بمونه. اما اگر بدن بتونه خودش رو با فضا وفق بده، آیا انسان هم میتونه؟ اگر روزی در فضا زندگی کنیم، آیا هنوز همان انسان امروز خواهیم بود؟
هیچ کس جواب قطعی ندارد، اما یک چیز معلوم است. در آن چند هفته در سکوت مدار زمین بدن چند موش کوچیک کاری کرد که علم رو برای همیشه تغییر داد. چند هفته بعد مأموریت تمام شد. محفظه ها به زمین برگشتن. همه منتظر بودن ببینن اون اعداد و نمودارها واقعاً چه معنایی داره. وقتی در محفظه ها باز شد، سکوت عجیبی همه جا رو پر کرد. موش ها زنده بودن، ولی دیگه شبیه قبل نبودند. بدنشون کوچیکتر شده بود، حرکاتشون کندتر و نگاهشون تغییر کرده بود. در آزمایشگاه کنار موش‌های زمینی گذاشته شدند تا مقایسه انجام بشه. تفاوت‌ها واضح بود. استخوان‌ها شکننده‌تر شده بودند. عضلات ضعیف‌تر، اما سلولاشون بیش فعال بود. انگار بدنشون هنوز در حالت بقا مانده بود. دانشمندان همزمان هیجان زده و نگران بودند. فهمیدن این آزمایش فقط درباره چند موش نیست، بلکه درباره خود ماست. بدن موجود زنده در فضا چیزایی رو از خودش بیدار میکنه که روی زمین قرنها خاموش ماندند. و حالا یه سوال تازه مطرح شده. وقتی انسان برای مدت طولانی از زمین جدا بشه، آیا بدنش دوباره خودش رو میسازه؟ و اگه این اتفاق بیفته، آیا ما هنوز همون انسانهای زمینی خواهیم بود؟